سلام دوستان عزیز، همراهان پروانه کوکی. امروز میخوایم با هم دیگه مربای به درست کنیم. من امروز به 2 روش درست میکنم. یه ظرف با شکر شیرینش میکنم، یه ظرفم میخوام با شیره انگور درست کنم بدون شکر. مواد لازم به میزانی که به داریم، اگه نیم کیلوه، اگه 1 کیلوه، به همون اندازه هم شکر استفاده میکنیم با چند تا دونه هل و دارچین. عطر هر کدومش رو دوست داشتین میتونین از همون استفاده کنین یا از زعفران. برای درست کردن این مربا نیاز به قابلمه لعابی داریم. قبل از اینکه به‌ها رو بخوایم خورد کنیم یا پوست بگیریم، اول حسابی تمیز میشوریمشون که بعد دیگه نیاز به شستن دوباره هم نداشته باشه. پوست به رو میگیریم، میتونید با پوست هم درست کنید. به‌ها رو که پوست کردیم قاچ میکنیم. به یه مقدار سفت هست، باید مراقب باشید. چهار قاچ میکنیم و دونه های به رو از داخلش جدا میکنیم. به شکلی که دوست دارین میتونین بهاتون رو خورد کنید، یا حبه‌ای یا به صورت ورقه‌ای، به اندازه‌ای که دوست دارید. حتی میتونید رندش کنید و رنده درشت مثل مربای هویج و باهاش مربا درست کنید، ولی خب به حبه‌ای توی ظرف خوشگل تره. به این صورت من به حالت پرک کردم، همه رو همینجوری پرکی خوردش میکنم. همونطوری که قبلا بهتونم گفتم میتونید به این صورت نگینی هم خوردش کنید. من اینجا حدود 800 گرم به دارم که 800 گرم هم شکر بهش اضافه میکنم و حدود 800 تا 900 cc هم آب اضافه میکنم و این رو میذارم روی حرارت تا جوش بیاد. وقتی که جوش اومد زیرش رو کم میکنم. اگه کف داشت کفاش رو جدا میکنم و در ظرفم رو میبندم و میذارم به دل خودش با حرارت ملایم بجوشه. برای درست کردن مرباها بهتره که از قاشق چوبی استفاده کنیم. همطور که میبینید نزدیک جوش بیاد، من زیرش رو کم میکنم تا آروم آروم به دل خودش بپزه. مربای به خیلی زمان بره، حداقل حدود 4-5 ساعت طول میکشه که با ملایمت شعله ملایم بپزه و به رنگ دلخواه ما برسه. پس عجله نکنید، حرارت رو زیاد نکنید و با زمان و وقت گذاشتن یه مربای خوشمزه درست کنید. دوستان من، همونطور که میبینین الان حدود 2 ساعت و نیم از جوشیدن این به گذشته. رنگش رو میبینید چقدر خوش رنگ شده، هنوز جا داره. الان من به و 2 تا چوب دارچین توش میندازم تا خوش عطر بشه. البته همونطور که میدونید به عطر خوبی داره، الان توی خونه در حال جوشیدن این مربا هست. عطر به و عطر مربای به قشنگ فضا رو پر کرده، ولی خب این چیزا معطرترش میکنه و بهتره براش. 2-3 تا دونه هل میریزم و 2 تا چوب دارچین. حواستون باشه وقتی مرباتون پخت اینا رو از توش در بیارید. 2-3 تا دونه هم هل میندازم و نکته مهمش اینه که چند تا از دونه های به رو که جدا کرده بودم به این صورت، این دونه های به، دونه های سالمش رو جدا کردم. 5-6 تا دونه 7-8 تا دونه هم به میریزم توش. این به باعث میشه که غلظت مربامون خوب بشه و لعابدار بشه مربای ما.
باز دوباره میذاریم تا آروم آروم مربامون بجوشه. وقتی غلظت شربت به اندازه کافی رسید، حتی اگر دیدین که هنوز مونده که تا خوب رنگ بگیره ولی شربتمون غلیظه، میتونین یک کوچولو آب جوش بهش اضافه کنین تا به اندازه کافی مربا بجوشه. درشو میبندم تا همینجور با همین ریز قلها قل بزن. یه مربای ما غلظتش هم همونطور که میبینید قشنگ شربتش غلیظ شده، رنگش هم قرمز شده. اینجا اگه دوست داشته باشین چند تا پر زعفرون هم بهش اضافه میکنیم برای خوش عطرتر شدنش، اگرم نه نیازی نداره. وقتی به این صورت جوشه ریز خورد یعنی جوش مربامون الان خوبه و غلظتش کافیه. زیرشو کم کم میکنیم و حدود نیم ساعت دم کنی میذاریم روی قابلمه تا پختمون به حد کافی برسه. برای فهمیدن غلظتش توی کاسه میریزیم و میذاریم یکم خنک شه. میبینیم که شربتش به این صورت وقتی از قاشق به حالت کشدار کشیده میشه یعنی آماده است. اینجا یک قاشق جوهر لیمو داشتیم، جوهر لیمو رو هم بهش اضافه میکنم برای شکرک نزدنش. جوهر لیمو یک قاشق چای خوری اضافه میکنیم، یه هم میزنیم. بعد از 2 تا 3 دقیقه حرارت رو خاموش میکنیم. با همین دم کنی میذاریم روش تا خودش حسابی سرد بشه و بعد توی شیشه میریزیم. موقعی که میخواین توی شیشه بریزین دونه های هل و چوب دارچین رو هم از توش در بیاریم. برای درست کردن مربای به با شیره نیاز به دارچین و هل و عطر و طعم دهنده های دیگه نداریم، چون شیره خودش خیلی خوش عطره و خوشمزه میکنه، پس نیازی به چیزی نداریم. من برای نیم کیلو به حدود 1.5 لیتر آب میریزم و میذارم 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بپزه. اینم حدود 1 ساعت و نیم داره میپزه. توی این مربا چند تا دونه به اضافه میکنم، اینم برای لابدارتر بشه و اینجا شیره رو بهش اضافه میکنم تا از این به بعد با ادامه پختش رو با شیره بده. هم میزنیم و میذاریم باز دوباره ادامه پخت با شیره انجام بشه. باید اینقدر بجوشه تا غلیظ بشه. یه ذره شعله رو بیشتر میکنم، همین که قل زد کم کمش میکنم. درشو میبندم تا 1-2 ساعت دیگه تا به غلظت کافی برسه. دیگه توی این مربا نیاز نیست که بگیم وای بهمون باید قرمز بشه، رنگ مربامون قرمز شه. همین که غلظتش کافی شد مربای ما آماده است. حواستون باشه به حال له نشه. مربای شیره که داره میجوشه، درش هم کیپ نمیذاریم. حواسمون باشه در قابلمه ها باید نیمه باز باشه تا عرقش در بیاد و بخارش باز آب نشه بریزه توی مربا که غلیظ نشه. وقتی خوب آب اضافی مربای شیرمون خشک شد
به غلظت کافی و رنگ مورد نظر رسید 1/4 قاشق چایخوری جوهر لیمو استفاده میکنیم برای اینکه شکرک نزنه و سفت نشه. 10-20 دقیقه دم کنیم میذاریم روش. بعد از اون خاموش میکنیم. میتونید برای شیره انگور حتی بهش یه 7-8-10 تا گردو هم اضافه کنید و با گردو آخر سر که آماده شد نیم ساعتی که میخواین دم بذارین گردو هم بهش بزنین که خوشمزه ترش کنه.